اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان حملات پی در پی ظالمانه اشغالگران صهیونیستی در شهر جنین را محکوم می کند و خواستار هرچی زودتر توقف آن شده است. وزارت نام برده می افزاید از سوی نیروهای صهیونیستی این نوع حملات ظالمانه خلاف تمام قوانین بوده و ادامه این نوع وضعیت به نفع هیچ طرف نبوده و وضعیت را دیگر نیز بحرانی می نماید. خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله در دیدار با عالمان دین، بزرگان قومی و باشندگان ولسوالی گردسیره پکتیا گفته است نپذیرفتن فرمایشات خارجی ها باعث شده است که امارت اسلامی بر رسمیت شناخته نشود. جمعیت هلال احمر افغانی می گوید 30 تن از کودکان مبتلا به بیماری سوراخ قلب را در کابل به خاطر عملیات به یکی از شفاخانه های داخلی معرفی نموده اند. هلال احمر افغانی در جریان 11 ماه گذشته 1352 تن کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب را به شفاخانه های مختلف معرفی کرده است. یونما می گوید برای سالهای 2023 الی 2025 یک چارچوب استراتژیک را آماده کرده است که برای حمایت افغانها اولویت‌های سازمان ملل متحد را تعیین می کند. نیروهای امنیتی حوزه ششم قماندانی امنیه کابل 2 تن را به اتهام دزدی دستگیر کرده اند که از افراد متذکره 2 میل اسلحه و یک عراده موتورسایکل نیز به دست آمده است. محکمه می گوید از سوی محکمه ابتدایی ولسوالی زرمت برای 2 تن مجرمین جزای تعزیری تطبیق گردید. مسئولین ریاست صحت عامه ولایت لوگر می گویند خدمات صحی در شفاخانه ولایتی 100 بستر نایب امین الله خان لوگری بهبود یافته و در یک شبانه روز بیش از 1200 مریض در این شفاخانه تداوی می شوند. با حاکمیت امارت اسلامی 90% خدمات صحی این شفاخانه نسبت به گذشته بهتر شده است.